من تا امروز ندیدم کسی را که چنین فعل داشته باشد، مثلا گران فروشی کند از حد زیاد، یعنی به انصافی در نرخ‌ها کند، برکت داشته باشد. در بدر است، قرضدار است، سرگردان است، عائله سالم ندارد. حتی همین فند و فریب و دروغ و بی‌وجدانیش عصبش آلوده میکند، همین رذایل اخلاقی را به خاندانش میارد. چون نمیتواند از کسی زخم زبان نشنود، هیچ کسی به لعنت نمیگذارد. پس این لعنت آفتی است که از قفای این سوداگر یا تاجری با نام تاجر و سوداگری است که میخواهد سوء استفاده از روزهای مثلا عید کند و این آدم هیچ وقت برکت نمییابد. در متن‌های واضح و آشکار قرآن و سنت آمده است که هر کسی سوء استفاده میکند که مال مؤمن را با فریب، با نیرنگ، با دروغ، با قسم بر دروغ از خود کند، این کسی است که در خون مسلمان ضامن شده است. به حد گناه، یعنی از حد زیاد گناه عظیم است. پس کسی که در خون برادر ضامن میشود از کدام مال برکت مییابد؟ و در همین زمینه و مردم میتونند که نخرند اصلا، یا اقلا که مثلا یا یک چیز گفته بگذارند که انصافت کجا است. تو مثلا هیچ امکان ندارد به این نرخ قیمت خریده باشه. اگر هر کسی با یک اشاره، با یک نصیحت اندک اگر پیش رای این گران فروشی را بگیرد و یا خواهند نخواهند این گران فروشی از بین می رود.